ابوعلی سینای بلخی متعلق به کدام کشور است؟ وقتی که میگن ابوعلی سینای بلخی، بلخ در افغانستان امروزی است. بریم ببینیم ابوعلی سینا متولد شده در کدام کشور امروزی است. ابوعلی سینا یکی از بزرگترین پزشکان و دانشمندان تاریخ در سال 980 میلادی در روستای نزدیک شهر بخارا به دنیا آمد، شهری که در آن امروز کشور ازبکستان قرار دارد. اما صبر کن، در زمان ابوعلی سینای بلخی نه کشوری به نام افغانستان وجود داشت و نه ازبکستان و نه مرزهای امروزی ایران. ابوعلی سینا در دوران حکومت ساسانیان زندگی میکرد، حکومت فارسی زبان که فرهنگ و زبانش فارسی بود. ابوعلی سینا هم خود را متعلق به همین حوزه فرهنگی میدانست و او حتی کتابی هم به زبان فارسی نوشته است. پس حقیقت چیست؟ اگر با مرزهای امروزی قضاوت کنیم، زادگاه ابوعلی سینا در ازبکستان امروزی است. بسیاری او را از بزرگترین دانشمندان تمدن ایرانی و فارسی زبان میدانند. و حالا نوبت شماست. به نظرت ابوعلی سینای بلخی متعلق به کدام کشوره؟ کشوری که امروز محل تولدش اونجاست یا تمدنی که در اون رشد کرد؟ نظرتو بنویس ببینم که این بحث به کجا میرسه.